شما عرضه کنم. این زن صاحب 3 فرزند می باشد، 1 پسر و 2 دختر. این زن از ایام مکتبی نمازهایش را تا به حاضر می خواند. این زن بسیار زن خدا ترس و خداجو می باشد، زنی بسیار زیبا می باشد. در حالت مستی شوهرش این زن را 3 طلاق می کند. سحر روز می شود، زنش می گوید که تو همین خیل کار کردی. این مرد می گوید که من هیچ چیز را یاد ندارم، تو تهمت می کنی. این زن نمی خواهد که کودکهایش را یتیم کند. یگان علاجش هست یا نی؟ دارو برای ریش، موی سر، دارو برای پمیت، بیسپلود دولینی است برای گمروی استوب. آدمایی که سخن دیابت دارن برای نرمال کردن سخن دیابت، همچنین شامپون ها برای موها وظیف کردن، هم برای پیشگیری کردن که توشتو نریزه، برای خراب کردن است، برای فربی کردن است، سمیون میناکسیدیل است برای ریش و موی سر. همچنین برادرها بسیار داروها برای کیرمن هست. برادرها مراجعت کنین، ان شاء الله هم حجامه بیپل شما میکنیم. همچنین آدمای گفتم کو همجا میان دارو میخرن، یک کتاب قرآن کریم و تجوید شما ده هدیه کرده می شود. سلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. سوالهای زیاد در پیش ما منتظر است، جواب اینها را به شما می رسانم. و پیش از این سوالها را جواب گفتن، یک جایه با شما دعا میکنیم که خدای مهربان این نماز جمعه را از ما و شما قبول بگرداند و ثواب این نماز جمعه را خدای مهربان در نامه اعمال ما کتابت بفرماید و فردای قیامت همه ما را خدای مهربان از صف کسانی که نماز جمعه میخوانند سر برداشتند موفق بگرداند و خدای مهربان گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردانی، بیماری های ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی، مسافرهای ما را خدای مهربان صحت و سلامت و خاندان برسانی و جمهوری ما را خدای مهربان آباد بگردانی. یک دیگر فهمی را، صلح، امنیت را در این جمهوری ما خدای مهربان شعار این مردم بگردانی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار برحمتك یا ارحم الراحمین. الحال از یک سوالی که الحال در دست من دادن که جواب اینه به سمع شما برسانم، از همین شروع میکنیم. السلام علیکم برادر عزیز حاجی میرزا. 4 ماه پیش در قشلاقی خواجه علی شاه ناحیه مومن آباد یک خواهر اسلامی ما در سین 17 سالگی از کسل سخت کوتاه مدت از دنیا گذشت. وی دختری با حجاب، قرآن خوان و نماز خوان بود. همین مبلغ پول را وی در دوره صحتی خود برای خریدن حجاب اسلامی جمع کرده بود. الحال همینجا 30 سامانی هم روان کردگی در داخل همین خط بود است. همین سوم برای خریدن حجاب اسلامیش این خواهر جمع کرده بود است. بعد وفات او پدر و مادری که مخلص امر معروف شما می باشند و خلاصه آمدن که این پول را شما در آبادانی مسجدتان استفاده کنید و برای آنها و فرزندانشان دعای خیر کنید. حاجی محترم، از سببی که این پدر و مادر یک عقیده خوب اسلامی دارند، برای فرزند خود پنجشنبگی نمی کنند. شما بعضی زنهای دهه خواب می بینند که گویا دختری آنها در قبر گرسنه باشد. بگوید آیا از نکردن پنجشنبگی مرده در قبر گرسنه میماند یا نه؟ التماس در همین جمعه جواب دهید، زیرا آنها منتظر جواب و دعای شما می باشند. با احترام زیاد، مخلصان شما از دهه خواجه علی شاه ناحیه مومن آباد.
اولا دعا کنیم که خدای مهربان این خواهر اسلامی را روحش شاد و قبرش خدای مهربان پر نور بگرداند و جمیع فتنه های قبر، جمیع وسواس ها را از داخل قبر این خواهر دور بگرداند و قبرش را بر روضه از روضه های جنتش خداوند مبدل بگرداند. آمین یا رب العالمین. البته در قبر اون زنهایی که خواب میبینن که گویا که این زن گرسنه باشند، من با طریق اولا باور کنین در نزد همه شما میگویم که همون زنهایی که خواب میبینن اونها همه دروغگو هستند، هیچ کدام اونها خواب نمیبینن. این دخترهای بی حیایی که برده میخواباننشون در قبر چرا اونها را خواب نمیبینن که در دوزخن؟ دختری با حجابی که از دنیا گذشته است فقط با نکردن پنجشنبگی نخواه که وی گرسنه باشد. این تهمت ها و این شکم پروری ها را بس کردن لازم. پنجشنبگی در یگان ورق کتابی که از جانب پروردگار آمده باشد، چه قرآن، چه احادیث های پیغمبر، چه کتاب های مذهبی که ما داریم، در هیچ کدام او یاد کردگی نیست. من برای چی این قدر پنجشنبگی ها را و دیگر خیر احسان های زیادتی که به گوش شما رسانیدم، من به خاطر چی رسانیدم؟ اگر چنده که قوت یک نفر از من نمی رسد که مثال پیشگیری این معرکه ها را کنم، اگرچه مرا بعض ملاهامان حتی ملامت میکنن که تو به این کارها نرس، لیکن مقصد من این است که شما فهمین برادرای عزیز و برادران مهربان، این میکروفون دائم در دست من نیست. یک روز نه یک روز این میکروفون از دست ما هم میگیرن، زیرا خیلی حسودا و خیلی بخیل ها و خیلی آدمای کوتاه نظر زیاد است. لیکن من به سمع شما میرسانم که پنجشنبگی گفتگی در کتاب ها وجود ندارد. اسلام ملامت نکنین که تا که در فکر شما نگذارد که همین معرکه ها را اسلام در گردن شما بار کرده باشد. این معرکه ها در گردن ما و شما اسلام بار نکرده است، مگر اینها را ان همین گونه زنهایی که خوابهای دروغ میبینند ان همینها بار کردگی هستند. اسلام ما و شما چی در قرآن چی در احادیث های پیغمبری خدا آمدگی است. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. خدایی که شما را آفرید، خدایی که به شما حیات داد، خدایی که به شما تمام نعمت دادگی هست، فقط از شما آسانی میخواهد. ولا یرید بكم العسر. پروردگار میگوید با این قدر بزرگیم، با این قدر عظمتم، من از شما مشکلات طلب ندارم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هیچ بنده پروردگار میگوید از قوتش زیاد دیده تکلیف نمیکنم. انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. حدیث پیغمبر است، من در بین شما بهر چی آمدم؟ تا که در بین شما آسانی را جاری کنم. من از مشکلات آوردن بالای شما به این مقصد نآمدم. یعنی اسلام همه وقت آسانی را از ما و شما میخواهد. دارد ندارد باید که ما و شما با سرداری همان ملاهای محله مان و کسی نباشد در گردن اون کس بار میکنیم و رفته 5 کس و 10 کس نانی همراه خوردن میگیریم. وای دارد ندارد برای ما فرقی ندارد. الحال در همین محله ما یک جنازه میارن، انشاءالله بعد جمعه جنازش میکنیم. بابای فیض‌الله را خدا رحمتش کند، همین جا 1 سال ناگذاشته جنازش کردیم، الکی زنش از دنیا گذشتند. در 1 سال اولی پنجشنبگیش بود ناشیده باز اینش آمد. چیکار کنن این بیچاره ها؟ قرض کنن همین شکم ما و شما را سیر کنن؟ کدام وقت همین رحم و انصاف و همین ایمانداری در ما و شما بیدار میشد؟ کدام وقت؟ اگر انما المؤمنون اخوتون باشد، خداوند در قرآن میگه همه شما برادر یکدیگر هستین. برادر باید غمخوار یکدیگر باشد، گوشت یک برادر را نخورد. آخه مشکلات بالا یک برادر همسایش نیارد. ما برادر انمی مناش
نیست، بیچاره ها ندارن، شرایط ندارن. این حالت باید که تمام همون کسانی که گپ گذر هستند، سخنهاشون در آن محله هاشون میگذرند، اونها باید قرار ننشینند، باید کاری کنند که همون خاندان هم منع کنند، گویان از این خیر احسانی که تو کرده ایستاده‌ای با یک طریق خیلی دشواری که نداری، در این تو گناهگار میشوی، تو ثواب نمیگیری. اما و شما که الحمدلله با قرآن ایمان آوردیم، با حدیث پیغمبر ایمان آوردیم، پیغمبر ما و شما چی میگوید؟ ابدا بنفسک فتصدق علی. ای انسانی که تو امروز صاحب دولت شدی، کدام به همه شما مراجعت است از پیغمبر. وقتی پولدار شدی میگوید نفسی خود تسیر کن، لباس بخر به بدنت، شکم تسیر کن، فاین فضول شیء فلاهلک. وقتی که بدنت سیر شد، شکمت سیر شد، باز اگر پول در دستی تو که باقی ماند، زن و فرزند تسیر کن. پیغمبر خدا امر دارد. سیر کرد، لباس ها خریدم، شکم سیر کردم، شکمی زنم سیر شد، بدنش پوشیده شد، فرزندام تامین شد، باز اگر در پول در دست من که ماند، باز پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید باز بعد این به خویش و تبار یاردم کن. خویش و تبارم که تمام شد، این حالت و ها کذا و ها کذا. گفتم پیغمبر انا مرحمت بد خیر در بیرون کردن بگیر. امروز ای بیچاره ندارد شرایطی که همون شکمی خودش سیر کند. از کجا شکم ما و شما را سیر کرده میتونه؟ هر کدامت همین خلاصه از دسترخوان خانت ببرار. این گونه امرها در اسلام آمدگی نیست. ملامت نکنید. خوش به حال همون خواهری که اگر یک بدعت من کرده باشه، خوش به حالش. السلام علیکم داملای عزیز. ما یک گروه مخلصان شما از دهه بولیان پایان ناحیه دنگره از شما خواهش داریم با سوالهای ما پره جواب دهید. بسیار ضرور است. سوال یکم، شخصی به مبلغ $1000 قرض بگیرد و از بین 1 سال گذرد، زکات پول را شخص قرض گرفته میدهد یا شخص قرض ده؟ از بولیان پایان ناحیه دنگره خداوند در هر قدمشون حسنات بنویسد که امروز ما با اونها با زیارت داشتیم که از اونجا خیسته به این نمازهای جمعه ما با عدد خیلی زیاد می آیند. اگر یک مرد از من قرض می گیرد $1000، من اون را قرض می دهم، 1 سال از بین گذشت. از بین گذشتن در دوام 1000 سال $1000 که در دست من بود، من با او قرض دادم، الکی زکات واجب می شود. همون زکات باید که البته آدم پولدار پول دادگی می دهد، آدم قرض گرفتگی نه. اگر من به او $1000 نه $10,000 هم که می دادم، وای صاحب نصاب نیست، وای صاحب ملک نیست. اون $10,000 مال من است، مال وای نیست، او مال قرض است. او چگونه باز مثال زکات می دهد؟ زکات به آدم بای، به آدمی که قرضدار نباشد به او واجب است. به آدم قرضدار چگونه وای زکات می دهد؟ خودش وقتی که قرضدار باشد. اگرچند من در دست مردم $10,000 هم که داشته باشم، انا همون پولهایی که در قرض در دست مردم است از وای باید که زکات دهم. این معنای را ندارد که پول من در دست مردم قرض است و من از اینها باید زکات ندهم. باید زکات دهی. انشاءالله من یک جمعه در باب زکات، فضیلت زکات، مانع زکات با شما صحبت میکنم. امروز الحمدلله من باوری دارم که الکی خیلی پیشروی در مالداری در مردم ما پیدا شده است. الکی بچهای به دولت زیاد شدگی هستند، مالدارها پیدا شدن الکی. باید که این نعمت پروردگار است، وقتی که بر تو که دادش باید حق زکات جدا کنی. اون قدر مبلغ کلانی در گردن ما و شما بار نکردن، از $1000 $25 قدر مبلغ کلانی نیست. در 1 سال 1 بار بده. لیکن اگر ندادی، پیغمبر خدا میگوید لا صلاة لمن لا زکات له.
اگر شب و روز تو نماز تهجد خوانی، اگر شب و روز تو روزدار باشی، اگر هیچ جمعه را تو ترک نکنی، لیکن بازم این دولت داری و زکات نمیدهی، این عبادت ها تا پروردگار قبول نمیکند. زیرا در هر یک آیت قرآن اقیم الصلاة و آتوا الزکات آمده است. نماز بخوان و زکات بده. در هر یک ورق قرآن وقتی همین اقیم الصلاة آمد، برپا کن نماز را، از پس حتمی آمدگی است و آتوا الزکات، زکات بده. از زکات قنطره الاسلام، پیغمبر میگه زکات این یک کپروکی هست. از این طرف مردی مسلمان می ایستد، از این طرف اسلامش می ایستد. انا همین زکات خودش پیوست کننده آدم به اسلام است. اگر مادام زکات نمیتی، اسلام بر تو هیچگاه چسباننده نیست. زکات به نهایت مهم و ضرور است. کدام از شما دارین مستحقا هست، دادرهاتونتین، فقط پدر و مادر مستحق زکات نیستن. یعنی من اگر مالدار باشم به پدر و مادرم زکات دهم، زکاتم درست نمیشود. یا پدر و مادرم به دولت باشم، فرزنداش اتحاد، این از زکات حساب نمیخورد. لیکن فقط بین خواهرها و بین دادرها و بین اپا و خواهر و بین اکه و خواهر، اینها دادن زکات درست است. اگر اینها احتیاج داشته باشند، نداشته باشند در همسایه داری هامون، در مسئله میگوید حتی اگر در محله آدم مستحق کم بغل باشد، تو زکات گرفته دیگر محله بری، در این حالت در همون زکاتی تو کراهیت است، ثواب وجود ندارد. دوم، در گذرگاه مردم که از آنها زنها و مردان گذر میکنند نشستن چی حکم دارد؟ در آخر در حق ما مخلصان دعا کنید. یعنی در گذرگاهی که مردم می نشینند، قد راهی که مردم گذر است، اگر در آنجا یک طایفه مردها یا طایفه زنها نشینند، این در اسلام چی حکم دارد؟ پیغمبر خدا میگوید ایاکم والجلوس علی الطرقات فان ابیتم فاعتوا الطریق حقها، الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و غض البصر و رد السلام. حبیب خدا گفتند ایاکم والجلوس علی الطرقات، امتان من بر شما باد که در قد راهی که مردم گذر است ننشینید. راهی که مردم گذر است، راهی که مردها و زنها میگذرند، اون مکان برای خود جای نشست قرار ندهید. بس اگر گفت پیغمبری خدا دلی شما قرار نگرفت و در همون قد راه که نشستی، باید که حق راه را شما ادا کنید. حق راه 4 چیز است. کدام شما اگر از عهده این 4 چیز میبراین، در قد راه نشینین. لیکن اگر نمیبراین، قد راه را ترک کنین که پیغمبر خدا شما را خطاب دارد، ننشینین در قد راه. یکم، وقتی در قد راه می نشینین، امر معروف و نهی منکر کنید. امر معروف فقط و نهی منکر باشد. یکم امر معروف، دوم نهی منکر. سوم و غض البصر، سوم چشمهاتون بسته کنین. چشمهاتون بسته کنین که یعنی مردم غیبت نکنین. مردم هایی که به پیش شما میگذرند، به آنها هر گونه از تاریخ آنها ورق نزنین. و رد السلام، 4م حقی که در گردن انسانی که در قد راه می نشیند جواب سلام گفتن است. اونا که سلام دادن تو با علیکم السلام باید بگوی. از دست کدام شما این 4 حق را اگر براید، مرحمت قد راه را برای خودتان اختیار کنید. و الا اگر شما در قد راه نشستین و این 4 عمل اگر یکیش ترک کردین، پیغمبر خدا به شما خطاب دارد که قد راه ننشینید که گناهکار میشوید. من باوری کامل دارم که اون کسانی که در قد راه می نشینند، یکی از این 4 ادا کردن میتونند. کدام اونها امر معروف میکنند، کدام اونها نهی منکر میکنند. در اونجا نشستن بغیر گپ‌های بیهوده و بغیر دشتام و بغیر غیبت دیگر چیزی وجود ندارد. افسوس که امروز بسیار باور که این بی مدنیتی ما و شماست که در همون قضای راهی که ما و شما میگذاریم در محله داریمان، همون زنها، اصلا زنها قد راه بسیار می نشینند. میبینید توده مرد زنها، 3 کس 4 کس، گفتی همون عادی ما و شما هم چنبر زدگی نشستگی است، با پیشش 10 مرد میگذرد، باور کنی حتی نمیبیند که با پیشش کی میگذرد. ذره حیا و شرم در وجودش نیست.
که یک مرد که گذشت از جاش خیزد، یا همون شوهری که دارد اون قدر دلاوری نمیشود که همون قدر را در کجا میشینی و در خانه در فرزند تربیه کن، آخه یک کاری خانه را انجام بده و قدر را کجا جای نشستی تو است آخر. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من یکی از مخلصان اشدی شما می باشم. من یک رفیق دارم که اپای او در حکومت کار میکند و من التماس کرد که این سوال را به شما عرضه کنم. این زن صاحب 3 فرزند می باشد، 1 پسر و 2 دختر. این زن از ایام مکتبی نمازهایش را تا به حاضر می خواند. این زن بسیار زن خدا ترس و خداجو می باشد، زنی بسیار زیبا می باشد. در حالت مستی شوهرش این زن را 3 طلاق می کند. سحر روز می شود زنش می گوید که تو همین خیل کار کردی. این مرد می گوید که من هیچ چیز را یاد ندارم، تو تهمت می کنی. این زن نمی خواهد که کودکهایش را یتیم کند. یگان علاجش هست یا نه که من دائم در فکر هستم. از این کار 6 ماه گذشته است. التماس این سوال مرا جواب دهید. با احترام، یک زن سیاه‌بخت. یعنی مسئله طلاق مسئله من نیست، زیرا که در این باب ما چند بار بعض مسئله ها در فتوا دادیم، بعض شورش ها هم خیست، بعض نافهمی ها هم پیدا شد. لیکن این خواهر عزیز الکی 6 ماه گذشتنده که مراجعت نکرده باشد، چگونه زن خدا ترس است؟ چگونه زن خداجو است که 6 ماه از طلاق کردن شوهرش گذشت، بار هم مراجعت نکرده است؟ اگر این زن خدا ترس میشد، میلش خدا ترس باشد، شاید خدا ترس باشد، شاید اگان چیز مانع شده باشد، لیکن زن خدا ترس میشد همون سحر باید که مراجعت میکرد، اگر حیات حلال و پاکیزش میفارید. یعنی در حالت مستی طلاق کردن نزد مذهب ابو حنیفه طلاق واقع میشود. در حالت غضب نزد مذهب ابو حنیفه طلاق کنه طلاقش واقع میشود. چی در حالت مثال عرق نوشی باشد، چی در حالت بنگ باشد، چی در حالت کدام نمودش که نباشد، در نزد مذهب ابو حنیفه اکراه مجبورن، اگر مجبور کنن که طلاق کن، طلاق کنی، طلاق واقع می شود. برای همین برای علاجش فقط میتواند که در مفتیات رفته مراجعت کند، شاید که راه داشته باشد، شاید از دیگر مذهب ها یعنی میگیرن و این زن فتواش میدهند. لیکن این قدر زن خدا ترس باشد، صاحب 3 فرزند، باید که این زن الکی این شوهر مثال این گونه مینوش باید که یک تربیه میکرد. این گونه زن باید که یگان آداب و اخلاق یک عملهاش نیک میکرد. اقلا برای که همین عرقنوش اصلاح شود، یک قر میکرد خانهشون میرفت، 1 ماه 2 ماه نمی آمد، میگفت تو اگر عرق بس نمیکنی. شاید که همین سبب ها قطعا این انسان از عرق نوشی باز میساد. انشاءالله من شاید یا جمعه آینده یا جمعه آینده دیگرش در باب عرق با شما صحبت دارم که عرق نوشی چی خاصیت ها دارد، عرق فروشی چی خاصیت ها دارد. انشاءالله در این باب با شما صحبت میکنم. زنی کارگر در ساعت 7 سحر باید در کار باشد، در ساعت 5:30 تا 6 بامداد را خانه درست است یا نه؟ برای که در زمستان شبها دراز و روزا کوتاه است. الحال نمی شود. الحال اقلا باید که در 6:15 اگر خواند بسیار نیک می شود. در 6 نخواندنش بهتر است. نماز وقت دارد، این به کار مثال هیچ وابستگی ندارد. اگر 1000 کار بالای ما براید، نماز در وقتش که اگر ادا نکنیم نماز نمی شود. من کار دارم گفتم مثال باید که ساعت 5 سحر از خانه برایم و 5 سحر در بامداد خانم، اون نماز نمی شود. نماز از صبح دمیدن صبح می شود. صبح که دمید الک نماز بامداد خانه جایز می شود. اقلا 6:15 خواند انشاءالله نیک می شود، دیگر هیچ شک شبهه باقی نمی ماند. یا 6:10 اقلا خواند، اگرچه الحال در 6 صبح می دمد،
در همون کلندرهایی که داریم در 6 الله که نشان میدهد که صبح میدمد، لیکن بهترش همون 6 و 10 6 و 15 باز بهترتر است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از سلام داملای محترم، نماز خفتن را همش را یا ویتر واجبش را خواب کنی ساعت 4 یا 5 شب خوانی درست است. درست است. اگر کسی که مثال شب خواب میکنی از قسم ساعتهای 3 شب میخیزی 4 شب میخیزی نماز خفتن تا میخوانی همراه مثال ویتر واجب، جایز است، درست است. زیرا وقتی خفتن تا برآمدن تا صبح دمیدن است. تا صبح دمیدن تا ساعت 6 گویم تا ساعت 5 نیم گویم اگر که خواند نماز خفتنش صحیح می شود، نماز ویتر واجبش صحیح می شود. و اگر شما خفتن هم که خوانین 4 رکعت فرض خفتن خوانین 2 رکعت سنت هم خوانین خواب کنین ویتر واجبش ساعت 4 5 هم که خوانین می شود. این ویتر واجب از نماز خفتن حساب نمی شود. این نماز جداگانه است. اگر با در اون ساعت ها خوانیم با افضلتر و بهترتر است. دویم آدمانی که از عائلهشون یگان نفرشون وفات کند تا 1 سال مگنیتوفون و تلویزیون نمیمانند، این یگان اوبال دارد. البته اوبال است، نمانین. اگر در مگنیتوفون ها امر معروف مانیم با که ندارد، جایز است. و اگر در تلویزیون شما فقط اگر اخبارش گوش کردن ده برای گوش کردن اخبارش اگر استفاده برین جایز است، دیگر حالتاش جایز نیست. بسیار نیک می شود. با همین طریق هم از امو بعضی برنامه های نادرست دور می شوین، خیلی خوب است. السلام علیکم محترم حاجی میرزا، خواهش میکنم سوال ما را تعجیلا جواب گویید. کاژینکه هایی که بعضی آنها را میگویند که از پوست خوک است چه حکم دارند؟ آیا پوشیدن آنها در داخل نماز یا بیرون از آن روا است یا نه؟ التماس فهمانید. البته در داخل نماز این پوست خوک به سبب طاهر کردن طاهر نمی شود. یعنی در مسئله ها میگوید یکی پوست انسان یکی پوست خوک اگرچه دباغت هم که دهن وای طاهر نیست. یعنی دیگر پوست ها مثل پوست خرس باشد یا پلنگ باشد یا گرگ باشد، همه حیوان ها یا خر باشد، اینا به سبب دباغت دادن الله که طاهر می شوند، لیکن پوست خوک نمی شود. از این خاطر اینها را در نماز خواندن استفاده بردن تماما لازم نیست. به نهایت خوب می شود بیرون نماز هم نپوشینش. این خوک یک حرام کرده پروردگار است. اگر شما تقوا داشته باشین بیرون نماز هم نپوشینش، لیکن در داخل نماز تماما نپوشین که با اون لباس نماز خواندن شما درست نمی شود.